در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو درباره سفر حج یک سوکر نویه عبدالرحمن جومی ولایت ختلان با نام محمد کریم نشر شده است که در این ویدیو ادعا می شود که این زویر قبل از سفر حج 18 سال تمام سر زانو رو می گشت و با پایه‌های خود رو گشته نمی توانست، ولی در جریان سفر حج با قدرت خدا دو بار ره گردون شده است. ویدیو لحظه روی زانوهای حرکت کردن و با عذاب از زینه‌های هواپیما بلند شدن یک زائر و سپس همچنین با عذاب از زینه‌ها پایین فرآمدن او را نشان می‌دهند و نواربردار سفر این مرد معیوب را همچون نمونه عبرت توصیف می‌کند و می‌گوید در حالی که برخی مردم با پای روان از رفتن به سفر حج اصطلاح می‌کنند، این مرد معیوب آماده است که روی زانوهایش با عذاب رو رفته زیارت خانه خدا را کند. در ادامه نوار در صحن مسجد پیامبر همان نواربردار با گروه از زائران تاجیک صحبت میکند و یکی از آنها که خود را محمد کریم معرفی میکند و شادیش را پنهان کرده نمیتواند، به گفته نواربردار همان نفر است که روی زینه‌هایش با عذاب به زینه‌پایه‌های هواپیما بالا میشد. نواربردار میگوید که با قدرت خدا در جریان سفر حج محمد کریم دوباره به پای خود رو شده است و حالا به حضور رو میگردد. او برای اثبات این از محمد کریم خواهش میکند که با پایهایش کمی پرپره کند و این زائر مثل یک انسان سالم و بردم در جایش چند بار پریده باز بر روی پایهایش راست میایستد. چندین زائر دیگر نیز میگویند همدیگان محمد کریمند. در این ویدیو گفتند که او 18 سال باز سر زانوهایش حرکت میکرد و به پای خود رو گشته نمیتوانست. الهام الدین یک همدیه محمد کریم میگوید 18 سال تمام سر زانو رو میگشت. با ارو بچه معیوبی آوردیمش به اینجا، هنگام زیارت با قدرت خدا شفا یافت و حالا با پای خود میگردد صحت و سلامت. طبیبان تا کنون چگونه اتفاق افتادن چنین معجزه را شرح ندادند. به پایگاه خبری بامداد میسر نشد که درستی این خبر را توسط منابع دیگر بسنجد.